سال من با یک کتاب آشنا شدم. با چه کتابی؟ با کتاب معجزه شکرگزاری که سراسر زندگی معجزه شده. چه لحظه های سختی رو تجربه کردیم که الان با یادآوریش شاید بگید چقدر خوب شد که حل شد؟ خب من اصلا 2 سال توی سیستمی ام که اصلا یادآوری بدی، یعنی گذشته مرده است و در واقع رفتن به گذشته بعد مرده پرستیه. از کی این اتفاق افتاد؟ 2 سال من با یک کتاب آشنا شدم. با چه کتابی؟ با کتاب معجزه شکرگزاری که سراسر زندگی معجزه شده. اون کتابه چجوری کمکتون کرد آقای رادش؟ من هر روز نمیفهمم یک کتاب واقعا میتونه. کتابه چطوری؟ کتابه من یک روز یک راننده‌ای داشت منو میبرد و دیدم پشت فرمون خیلی حالش خوبه، اینقدر از حال خوبش ناراحت شده. گفتم آقا تو چرا این حالت خوبه؟ درست به من بگو. خب منم میخوام اینطوری مثل تو خوب باشم. گفت میخوای خوب باشی بزن گوگل اینو سرچ کن. سرچ کردم کتاب معجزه شکرگزاری راندابرن و زدم و همون لحظه اوایلش که گوش کردم بعد با هم حرف زدم میشه حرف نزنی دارم گوش میکنم و شروع کردم گفت بعد 28 روز که تمرین کردی با من تماس بگیر. من روز 4 زجه میزدم اینجا، نه اصلا بهشت بودم روز 4 و الان هم دارم خیلی، چون کتاب مجازیه هیچ چیزی نداره که شکرگزاری دیگه و اینو دارم و به نظر من همش از عرفان خود ما گرفته شده. بله همش مال خودمونه. منتها خودمش کردم خانم راندابرن که اومده و به زبان ساده بیانش کرده و تمرینیش کرده. پرهام تو متوجه این تغییر شده بودی؟ متوجه تغییری که این کتاب آره. کرده 100%.